بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 19 از آموزش سیره مبارکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و ان شاء الله در این حلقه به موضوع جدید داخل خواهیم شد که این تولد شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس بارک الله فیکم. در حقیقت در حلقه گذشته به شما بیان گشت که نسب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این یک نسبی قوی بود، نسبی بهترین بود، نسبی که به نهایت نسبی معروف و مشهور بود. سوال اینجاست که چرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را الله خاص از همین نسب قبول کرد؟ علما میگن که در این مسئله حکمت های وجود دارد و فایده های وجود دارد. چرا؟ یکی از فایده هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این نسبی صاحب شرف به دنیا آمدن این است که عرب های جاهلیت یک قاعده داشتند. قاعدهشون این بود که انسان هایی که نسبش شریف نباشد، به نهایت عالی و بلند و مرتبه خوب نداشته باشد، سخن اون را اصلا گوش نمی کردند. باید نسب یا انساب بالا مرتبه داشته باشد انسان. پس حکمت الله سبحانه و تعالی همین را طلب کرد که محمد صلی الله علیه و سلم از بهترین نسب باشد تا که دشمنای رسول الله نتواند که به رسول الله یگان طعنه بزند، بگوید که نسبی تو خوب نیست. برای همین یگان مراتبه به رسول الله کسی در مسئله نسبشان هیچ طعنه نکرد، در حالتی که قریش به نهایت در این مسئله نسب به نهایت خوب بودند. به نهایت عرب ها در مسئله نسب به همدیگر طعنه می زدند، نظر می کردند، سخن کسها را گوش نمی کردند به خاطر نسبش. اما در وقتی پیامبر شدن رسول الله هیچ کسی نتوانست که نسبتی نسب بابا پدر و باباهای رسول الله صحبت بکند. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب نسبی عالی بودند. بارک الله فیکم. پس این حکمت الله بود که یک یراقی را، یک سلاح را از دست مشرکان گرفت. این یک سلاح بود. اگر از یک نسب عادی رسول الله می بودند، برای مشرکین یک سلاح بود که رسول الله را اذیت بدهد، اما الله سبحانه و تعالی به حکمتش رسول الله را حمایت کرد. دومین این است که الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم رسولش و نبیش را اختیار کرد از عرب. چرا که الله سبحانه و تعالی چخیلی که میگویند عرب را دوست داشت. یعنی از دلالت های دوستداری الله تعالی عرب را این بود که محمد را از بین عرب گرفت. البته دوست داشتن جنس عرب جایز است، اما دوست داشتن هر یک عرب که در زمان قریش یا که در این زمان است جایز نیست، بلکه در درون عرب مشرک بود و به شرک های گوناگون و انسان خوب هم بود و امروز هم مسلمان است، اهل کتاب است، مرتد هست، کافر است، منافق است. برای من هیچ کس نمیتواند که من هر یک عرب رو دوست دارم بگوید و این جایز نیست. اما جنس عرب رو دوست داشتن، یعنی خود عرب، این البته خوب است. بارک الله فیکم. پس این بود حکمت انتخاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از بین نسب ها، نسبی هاشمی را، که البته الله به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسب داد، نسبی
هاشمی قریشی. بارک الله فیکم. و حالا میگذاریم به موضوعی خیلی که بیان کردیم، جدید، تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس علما میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه در روز دوشنبه و در بعض روایت ها در صباح پگاه روزی روز دوشنبه تولد شدند و این ماه میگند 12 روز از ماه ربیع الاول بود. خیلی که ابن اسحاق ذکر کردند و ابن هشام هم، اما سند همین چیز ضعیف است. در 12 ربیع الاول تولد شد گفتن ضعیف است. در مسئله تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در معین روز معین تولد شدنشان البته اختلاف زیاد وجود دارد و اما سالی که تولد شدند به نهایت سال عام مشهور بود، سال مشهور بود. این سال را سال فیل می گفتند، عام الفیل یعنی سال فیل می گفتند. خیلی که امام نووی در سیر در صفحه 15 ذکر کردند و امام ذهبی هم با سندش از ابن عباس رضی الله عنه ذکر کردند که میگن ان نبی صلی الله علیه و آله ولد یوم الفیل و اسنادش صحیح است، یعنی عام الفیل. خیلی که در مصنف ابن اسحاق هم ذکر شده است که به اسناد حسن ذکر میکنند ان الرسول ولد عام الفیل، میگن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در عام الفیل سال فیل تولد شدند. خیلی که ما سال فیل رو به شما ذکر کردیم. ابرهه ابن الاشقم نماینده نجاشی به کعبه هجوم کرد اما نتوانست. در همون سال خیلی که پیشتر بیان کردیم بعد از 50 روزی همون واقعه و 55 روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولد شدند. عموما در همون سال تولد شدند. خیلی که ابن اسحاق، ابن هشام، ذهبی و غیره روایت کردند. بارک الله فیکم. و میگن که البته مستشرق ها میگن که این مقابل سال 570 بود، 570 میلادی. بعد از 570 سالی تولد عیسی علیه السلام این آخرین رسول محمد صلی الله علیه و سلم تولد شدند. اما یکی از باحث محمود باش الفلکی میگد که این 571 بود، 9 ربیع الاول موافق به 571 بود. بارک الله فیکم. پس زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولد شدند در همین حالت پدرشان وفات کرده بودند، یتیم تولد شدند. خیلی که ما در حلقه گذشته به شما بیان کردیم که بابای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب از طرف مادرشان از مدینه هستند، یعنی بابای رسول الله از طرف پدریشان هاشم یعنی مکگی، اما مادری بابای رسول الله مدینگی بود. بارک الله فیکم. پس پدری رسول الله عبدالله آچه اشون از مدینه بود. تقاها در مدینه داشتن، تقاهایشان در مدینه بود. عبدالمطلب شیبه بابای رسول الله پسرشان عبدالله را بعد از زن گرفتنشان به مدینه میفرستند و در بعضی روایت ها به شام برای تجارت میفرستند و در بعضی روایت ها به مدینه میفرستند به خاطری به خرما مشغول شدن، به خاطر جمع آوری کردن خرمای خشکی که در مدینه به نهایت مشهور است و مشهور بود. عبدالله به مدینه به نزد تقاهای خودش میآیند، یعنی پدری رسول الله عبدالله به مدینه به نزد تقاهای خود می آیند، زیرا که تقای عبدالله در مدینه بود و در همین جا در سن 25 سالگی وفات می کنند و در همون مدینه گرانیده می شوند. بارک الله فیکم. پس این مشهور است، خیلی که ابن اسحاق روایت می کنند. بارک الله فیکم
و ابن هشام هم روایت کردند. اما مشهور است، اما کمی در این روایت ها ضعف وجود دارد. و این چنین ابن سعد هم روایت میکنند در طبقات الکبرى، اما اسناد این هم ضعیف است. اما مشهور است چه خیلی که گفتیم که وقتی که عبدالله پدری رسول الله در مدینه در نزد تقاهایشان وفات میکنند، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تولد نشوده بودند، بلکه رسول الله در شکم مادرشان بودند. همین را بسیاری از علما راجح گفتند، چخیلی که ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه مجله دوم ذکر کردند، صفحه 285 و 286. و این چنین بیهقی در کتاب دلائل النبوه ذکر کردند، مجله اول، که قولی مشهور و بینهایت علمای زیاده که راجح میکنن این است که وقتی که پدری رسول الله وفات کردند در مدینه در نزد تقاهایشان، زنی عبدالله مادری رسول الله در مکه بودند و پیامبر حالا تولد نشده بودند و پیامبر بعد از وفات پدرشان تولد میشند. و امام ذهبی رحمه الله را هم علما ذکر میکنند که همین سخن را قبول کردند، چخیلی که در تاریخ الاسلام السیرة النبویه ذکر شده است. و ابن کثیر و دیگر از علما قول را راجح میدانند. و به خاطر همین میگند آیت نازل شده است در سوره الضحى آیت 6 که الله میگه الم یجدک یتیما فآوى، ای رسول الله آیا ما تو را یتیم در نیافتیم و تو را آوا دادیم، یعنی مأوا کردیم و کمک کردیم و جای دادیم. پس از این گفته ها برمی آید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تولد یتیم تولد شدند. سبحان الله، یتیم تولد شدند و در مکه تولد شدند و در روز دوشنبه تولد شدند. بارک الله فیکم. پس در حالت تولدشان بعضی از واقعه ها روی داد و البته این واقعه های رخ داده در وقت تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت به نبوت رسول الله میکرد، چگونه که ثابت شده است به طرق صحیح سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که میگویند انا دعوت ابی ابراهیم، من شخصی که دعای پدرم ابراهیم هستم. یعنی وقتی که ابراهیم علیه السلام دعا کرده بودند که ای الله به همین قوم مکه یک رسول خودت را بفرست که به اونها تعلیم بدهد دینت را احکامت را، البته رسول الله میگن که همون دعای ابراهیم من هستم و بشارت عیسی هستم، چرا که عیسی به قومشون بشارت میدادند و میگن که رأت امی حین حملت بی كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرة أو من أرض الشام. مادر من وقتی که مرا تولد کرد میگند، مرا از حمل گذاشت، به یک نور نظر کرد. یعنی وقتی که رسول الله تولد شدند با همراهی برآمدن رسول الله یک نور برآمد که همه جا را نورانی کرد و قصرهای بصره از ارض شام را نورانی کرد، که البته این روایت را امام احمد در مسندشان مجله 4 ذکر کردند، صفحه 127-126. و این روایت از ارباض ابن ساریه روایت است و از ابی امامه و از ابی ناظر و انفرج روایت است و اسنادش را امام احمد حسن گفتند. چلی که در وی آمده است رأیت خرج منی نور اضاءت منه قصور الشام. مادرشون میگن که من دیدم که از من یک نور برآمد که تمام قصرهای شام را نورانی کرد، که این را امام حاکم در مستدرکشان روایت میکنند و این چون در مسند احمد ذکر شده است و این حدیث را صحیح میدانند
و به شرط مسلم میدانند و امام ذهبی هم به همین گفته امام حاکم موافقت میکنند و ابن اسحاق به اسناد حسن روایت کرده اند، خیلی که در سیره ابن هشام آمده است مجله اول. بارک الله فیکم. پس ابن کثیر هم در کتاب بدایه مجله دوم 299 صفحه میگن که اسناد این روایت یعنی جید است و قوی است، خوب است. در حقیقت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که تولد شدن بعضی از حادثه ها شد، اما این حادثه هایی که ما تا حال گفتیم این حادثه های 100% ثابت خیلی که به حدیث ثابت است، اما بعضی از حادثه های نقل شده است در بین مردم معروف و مشهور است، اما به طریق صحیح نیست، سند صحیح ندارد. با مانند این که وقتی که رسول الله تولد شدند این آتشی که مجوسی ها در ایران می پرستیدند و همیشه در حالت شعله‌ور در حالت در گرفتن می ایستاد خاموش شد، یا معبدهایی که غیر الله پرستیده می شدند به لرزه در آمد و نابود شد و غیره و غیره. بعد از این دیگر چیزهایی که خبرهای یک طویل زیاده که آمده است، همه این البته سندش صحیح نیست و ضعیف است. بارک الله فیکم. چخیلی که محقق دکتر عبدالمعطی بیان کرده است و ابن کثیر رحمه الله میگن که اما هذا الحديث فلا اصل له من كتب الاسلام المعهوده. اما این واقعی که ذکر شد یعنی آتش خاموش شد، همه معبدهای غیر الله نابود شد و غیره، اصلی در کتاب‌های اسلامی وجود ندارد و یگان اسناد ندارد. البته این یعنی ضعیف است، قصه های ضعیف است. بارک الله فیکم. پس این بود روایت هایی که در مسئله واقعه هایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به وجود آمد. و این چنین علما در مسئله ختنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اختلاف میکنند که وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تولد شدند آیا ختنه کرده تولد شدند یا که ختنه نکرده بودند، مختون یا غیر مختون بودند. البته میدونید ختنه کردن رو در جای ما به عرف تاجیکی دست حلال کردن ما میگویند، بیا که بریدن یا پاک کردن عضو مردی، پوست اضافه که در عضو اسباب مردی است پاک کردن، این رو ختنه کردن میگند که البته واجب است که این سنت ابراهیم علیه السلام است که ابراهیم علیه السلام در سن 80 سالگیشون خود رو ختنه کردند. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیا از جانب بابایشون ختنه شدند یا که ختنه شده تولد شدند؟ علما در این مسئله اختلاف کرده اند و ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن که بابایشون محمد صلی الله علیه و سلم رو ختنه کردند، یک مسئله عادی است. و بسیاری از علما میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ختنه شده تولد شدند. پس میگن ختنه شده اگر تولد شد گویم هم این خاصی پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود، برای آنکه در طول تاریخ چندین انسان ها ختنه شده تولد شدند. بارک الله فیکم. پس وقتی که پدرشون وفات میکنند و محمد صلی الله علیه و سلم تولد میشوند، بابایشون نام محمد صلی الله علیه نام پیامبر صلی الله علیه و سلم را محمد میگذارند، نام نبیره اشون را محمد میگذارند. اما از کجا این نام به خاطر بابای محمد صلی الله علیه و سلم عبدالمطلب میاد؟ چرا که این نام محمد در بین عرب مشهور نبود، معروف نبود. البته بعضی از عرب نام محمد را گذاشته بودند پیش از پیامبر به خاطر اینکه عیسی علیه السلام این نام را به قومشان اهل کتاب گفته بودند که بعد از من یک پیامبر میآید محمد، برای این بعضی از اهل کتاب نام خودشان را مانده بودند. پس بارک الله فیکم.
علمای میگن که مادری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خواب میبینند که یک فرزند تولد شده است و نامش را محمد ماندند. پس به بابای این فرزندشون عبدالمطلب مادری رسول الله خبر میدن که من خواب دیدم، به همین خاطر عبدالمطلب نام پیامبر را محمد مینامند. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح آمده است که نام خود را میگن که انا محمد و انا احمد، انا الماحی الذی یمحو الله به الكفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس على قدم و انا العاقب. من محمدم، من احمدم، من کسی ام که نابود کننده هستم، ماحی هستم، یعنی پاک کننده هستم. الله به واسطه من کفر و شرک را پاک میکند. من حشر کننده هستم که به هر یک قدم زدنم در روز قیامت انسان ها از زمین میبرند و حشر میشن. من عاقب هستم، یعنی تمام کننده رسولان هستم، نبی الملحمه و غیره و غیره. بارک الله فیکم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نام های زیاد دارند و اما معروف ترین و مشهورترین نام رسول الله این محمد است و احمد است. بارک الله فیکم. که بر این دلالت ها دلالت میکند و حدیث های صحیح به ما ذکر میکند. پس زمانی که تولد شدند بابای رسول الله عبدالمطلب بر رسول الله نام گذاشتند محمد و بعد از این البته بعضی از علما گفتند که ختنه کردند و اما در مسئله عقیقه بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عقیقه کردن یا نکردن اختلاف شده است، اما عقیقه نکردند باباشون و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از بزرگ شدن در بعضی روایت ها آمده است که خودشون به خودشون عقیقه کردند. به همین خاطر میگویند هر کسی که پدرش و مادرش به او عقیقه نکرده است خودش به خودش عقیقه بکند. بارک الله فیکم. پس زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم تولد شدند در قوم عرب قریش مکه یک عادت بود که نو تولد شده نوزاد این کودک ها را به بادیه، به دهات، به قشلاق ها، به از شهر دور مکان های خوب به دستی دایه ها زن هایی که نو تولد کرده اند و اونها هم شیر دارند به اونها سپاریده می شد تا که در دهات این کودک ها تربیت شوند، دور از شهر، دور از مشکلی ها. می گفتند اونها عقیده داشتند که در دهات بزرگ شدن و به وای رسیدن این سبب می شود که قوی باشد و سبب می شود که زبان عربیش خوب باشد، چرا که اهل دهات از شهر دیده زبان عربیشون افضلتر، خوبتر، فصیحتر بود. به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به حلیمه می دهند تا که رضاعت بشود. بارک الله فیکم. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از چندین نفر شیر نوشیدند. اولین کسی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شیر می دهد این مادرشون آمینه هست، آمینه بنت وهب، و بعد از مادرشون ثویبه موالات ابی لهب که این ثویبه هم در همون وقت فرزند تولد کرده بود، پسر شیر داشت، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شیر میدن که این پسر نامش مسروح بود. این پسری که ثویبه داشت نام پسری ثویبه مسروح بود، یعنی مسروح برادری رضاعتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میشن. و این چنین همین ثویبه پیش از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عمکی رسول الله حمزه بنت عبدالمطلب شیر داده بود، یعنی حمزه هم عمکی رسول الله از یک جهت برادری رضاعتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. و این چنین ابا سلمه ابن عبدالاسد المخزومی هم بعد از رسول الله شیر داده است. ثویبه 3 نفر را شیر داده است، پسرش مسروح، حمزه و ابو سلمه، و بعد از این رسول الله 4 نفر، و همه این 4 نفر به همدیگر برادر رضاعتی هستند. وقتی که
این خبر به گوش ابو لهب می رود و همین ثویبه این خبر را به ابو لهب می رساند. ابو لهب از خرسندی، از شاد شدن به تولد شدن رسول الله، یک جیان، یک فرزندی برادری وفات کرده اش که در سن 25 سالگی پدر رسول الله وفات کرده بودند، همین ثویبه را از کنیزی، از غلامی آزاد میکند. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سبحان الله پیامبر شدند در سن 40 سالگی، یکی از سخت‌ترین دشمن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین ابو لهب بود. سبحان الله. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ببینید که از مادرشون و از ثویبه و بعد از این از حلیمه شیر نوشیدند. و البته علما حکمت یتیم تولد شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ذکر میکنند. میگند که الله سبحانه و تعالی خواست که رسولش یتیم تولد شد، دور از تربیه پدرش و مادرش و بابایش. چرا؟ ببینید وقتی که رسول الله تولد شدند پدرشون وفات کرده بود، عبدالله در سن 25 سالگی وفات کرده بود و بعد از 6 سال مادرشون و بعد از کمی دیگر بابایشون وفات میکرد. 3 انسانی که در زندگی هر یک طفل نزدیکترین و سختترین تأثیر گذارنده انسان است. الله خواست که همین 3 تأثیر گذارنده و نزدیکترین شخصان به طفل از زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون شوند و نقش در تربیت رسول الله نداشته باشند. چرا؟ چرا که الله خواست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پاک تربیت بشوند و هیچ کس نتواند که بر رسول الله اثر گذارد، تأثیر گذارد و دور از تربیه عائلوی باشند. سبحان الله. وقتی که تولد شدند پدرشون وفات کرده بود و بعد از کمی مادرشون و بعد از کمی بابایشون عبدالمطلب. سبحان الله. و این چنین یکی از حکمت ها همین است که شاید یکی از حکمت ها همین است که دیگر انسان هایی که دشمن رسول الله هست نتواند که به انسان ها شبهه اندازد. یعنی وقتی که پدر و برادر، وقتی که پدر و بابا و مادر رسول الله زنده می بودند و خوب تربیت میکردن، شاید بعضی ها میگفت که پدر و مادرش تربیت کرد، بابایش تربیت کرد تا که این به خاطر دنیا پیامبر خودش را اعلام کند. به همین خاطر الله شاید گرفته باشد. حکمت همین است، یکی از حکمت ها. بارک الله فیکم. و این چنین یکی از حکمت ها این است که یتیم تولد شدن رسول الله این به تمام دیگر یتیم تولد شده ها در زمان رسول الله، بعد از رسول الله تا امروز، این یک آرام بخش است، آرامی است. وقتی که یتیم تفکر در حق رسول الله می کند و می بیند که بهترین انسان در روی این دنیا تولد شده است در حالتی که یتیم است و یعنی یتیم مطلق شده است در حالتی که سن 6 ساله دارد، پس چی برسد به حال دیگران؟ بارک الله فیکم. پس ان شاء الله تا اینجا حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده به شما چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم را به دست حلیمه و به بنی سعد دادن را نقل خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیه و سلم.